در پاکستان مجلس پایانی پارلمانت این کشور سندی را به تصویب رسانیده به دادگاه‌های نظامی محاکمه افراد متهم با تروریسم را اجازت داد. این چاره بعد حمله ماه دکبر بالای یک مکتب شهر پشاور قبول شده است که در آن 142 کودک و 9 خادم این مکتب به قتل رسیدند. پیش بینی می شود که هفته روان مجلس بالایی پارلمانت و پرزیدنت پاکستان هم این سند را تصویب خواهند کرد. در پایتخت بوسنیا و هرزگوین شهر سرایوو خبرنگاران نشست دایر نموده از حمله ها بالای رسانه های خبری شکایت کردند. هفته گذشته پلیس بالای اداره یک سامانه اینترنتی یورش نمود. این سامانه نوار گفتگوی تلفنی مقامداران را دسترس نموده بود که در آن رشوه‌ستانی رهبران سرب‌های بوسنیا ثابت شده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا یورش پلیس را محکوم کرد. برای اولین بار در 8 سال گذشته در گرجستان شماره سگ‌های دیدو یا خود ویلگارد حساب شد. بعضی سگ‌های بی‌صاحب در پناهگاه به سر میبرند، اما سگ‌های دیگر بعد امگذرانی باز به کوچه ها برمیگردند. مقامات پایتخت گرجستان میگویند سال گذشته ساکنان تبلیسی 10,000 دفعه به آنها زنگ زده از سگ‌های دیدو شکایت کردند که نظر به سال 2013 2 برابر بیشتر است.